گاهی بزرگترین اتفاقها در ساده‌ترین مکانها رخ می‌دهند. در همین انبار خاموش میان بوجی‌ها و کارتن‌ها قصه آرام در حال نوشته شدن است. قصه انسان بودن و قصه بی تفاوت نماندن. در این فضا هیچ چیزی سرسری لمس نمی شود. هر اندازه‌گیری با دقت است. هر گره با نیت خیر بسته می شود و هر بسته که کنار گذاشته می شود گویی تکه‌ای از امید را در دل خود نگه می دارد. اینجا مهربانی شعار نیست، رفتار است، حرکت است و زندگی است. سلام علیکم دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشید. رمضان انشالله که رمضان رو به خوبی خوشی آغاز کرده باشیم. کمک های رمضانی ما انشالله شروع میشه توزیع و مرحله بسته‌بندی از این تمام شد و همگیش پارسال شد. انشالله فردا به نیازمندان تقسیم می شود. تشکر از همه دوستانی که در این راستا ما را همکاری کرده است که این پکیج رمضانی ما شامل آرد است، برنج است، روغن است، نخود است، گوله است و دیگر مربا است، دیگر نمک است و دیگر ماش است، چای سبز است و کینوی سرجم کلش 12 قلم است. قسمی که در تصویر می‌بینید همگی از اینها که هستن شامل یک پکیج است. بنیاد خیریه خیرالبشر، فاصله میان اشک و لبخند.